سلام، چطورین رفقا؟ امروز میخوام ببرمتون تجریشگردی. اول با حامد رفتیم یه صبحونه زدیم و بعدش هم من با مامانم رفتم سمت مترو و رفتیم به سوی تجریش. از مترو پیاده شدیم و وارد دل بازار تجریش شدیم. هوام خیلی فوق‌العاده بود. تجریش جایی که نه فقط یه محل است، نه فقط یه نقطه روی نقشه، یه حسه، یه خاطر است، یه حال خوب قدیمی که هر بار تکرارش میکنی باز هم برات تازگی داره. هر وقت میام تجریش احساس میکنم شب عیده، همه جا شلوغ، پر از هیاهو، مردم در حال خرید. واقعا که حس خیلی خوبیه. وای که چه بازاریه، رنگ‌ها، بوها، آدم‌ها، همه چی یه جور دیگه قشنگه اینجا. وقتی میری تجریش از آش رشته‌ش و بلال تنوریش اصلا نمیتونی بگذری. وقتی رسیدیم میدون رفتیم داخل پاساژ قائم که یکم پاساژ گردی کنیم و چیزای خوشگل مشکل ببینیم. حس و حال شب یلدا رو داشت برامون. انقدر وسایل اینجا قشنگه که آدم دوست داره یه جیب پر پول داشته باشه، بیاد اینجا هر چی دوست داره خرید کنه. بعدش هم ما رفتیم طبقه بالا که دکور شب یلدایی زده بودن. میخواستیم یکم عکس و فیلم بگیریم برای خودمون. از این تابلوهای خیلی خوشگلم براتون فیلم گرفتم و اینم از دکور شب یلدایی پاساژ قائم. بچه‌ها دکورش خیلی خوشگل و خاص بود. اگه تونستین حتما بریم یه سر بزنین و کلی عکس و فیلمای خوشگل بگیریم. این قسمت از دکورش قشنگ حس و حال خونه مام بزرگا رو بهم میداد. من کلاً عاشق روزای قبل مراسم هستم. روزای قبل شب یلدا، روزای قبل عید نوروز، چون تو این روزا همه جا شلوغ، مردم در حال خریدن، خیابونا یه رنگ و بوی دیگه ای داره، یه حس و حال خیلی خوبی داره آدم. و چقدر این شب یلدایی و حتی بیشتر از عید نوروز دوست دارم. اینجام از این خونه خیلی نوستالژی و بامزه که قشنگ ما رو میبره دوران قدیم و خونه مام بزرگا فیلم گرفتم براتون. این انارا رو که به لوستر آویزون کرده بودن خیلی فضا رو رویایی کرده بود. واقعا خیلی خوب بود بچه، یه حس و حال خیلی خوبی به من داد و حتما برین یه سر بزنین، کلی بهتون خوش میگذره. در این قسمت هم هنرجوهای نقاشی حسابی برای خودشون مشغول بودن و داشتن کارشون رو انجام میدادن. قشنگ مشخصه که چقدر برای اینجا من ذوق کردم. و
بله، رفتیم سراغ اصل کاری، آش سید مهدی، و تو این هوا واقعا فقط آش میچسبه. من دلم خیلی حلیمم میخواست، بعد که آش خوردیم یه دونه حلیمم گرفتیم، با مامانم اینا خوردیم. جاتون خیلی خالی دوستای عزیزم، واقعا حسابی چسبید. بوی این لبوهای خوشمزه داشت منو دیوونه میکرد، ولی حیف که دیگه جا نداشتم. رفتیم سمت بازار میوه و تره‌بار بازار تجریش. کلی خوراکی خوشمزه، انواع اقسام سبزیجات، میوه های رنگی رنگی. گفتم براتون از همشون فیلم بگیرم. اینجا قشنگ جریان زندگی رو احساس میکنی. حتی اگه خریدم نکنی باز حال دلت بهتر میشه. این مغازم خیلی استکان و نلبکی های کیوتی داشت. دلم خواست یه چای تو این استکانا بخورم. و بازم رفتیم وارد بازارش شدیم. مامانم یه سری خریدا داشت، منم برای خودم کلا گرفتم، یه دونه بافت گرفتم. خلاصه که خیلی بهمون خوش گذشت. برگشتنیم تو مترو. خریدامون. اگه خوشتون اومد لطفا منو لایک و سابسکرایب کنید.